سلام علیکم، به سری جدید اکولب خوش اومدین. من سهیلم و دوباره با آنباکس و ریویو کلی محصول جدید همراه شما هستیم. خب آنباکس امروز میکروفون کاندانسر لویت مدل LCT 440 پیگور. بیایم آنباکسش کنیم. خب همونجوری که متوجه شدین داخل جعبه سر خرت و پرت داشت، مثل دستبند، مثلا دستبند پلاستیکی که بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. بست کابل در صورتی که هیچ کابلی توی جعبه وجود نداشت که شما بعداً رو هر چی که خواستین استفاده کنی، حالت تبلیغاتی هم داشته باشه. شاکمانت پلاستیکیه، شاکمانتش یه قطعه پلاستیکی دیگه که به عنوان پاپ فیلتر گذاشته توی جعبهش، به صورت مگنتیک اینجوری روش نصب میشه، خیلی هم باحاله. و یه دونه هم پاپ فیلتر ابری که خاص خود میکروفونه برای ضبطایی که مثلا ساز میخواین بگیرین یا کلا مواقعی که از این پاپ فیلتر پلاستیکی نمیخواین استفاده کنین، از این ابری استفاده کنین، یا مثلا جاهایی که یه خورده صدای باد میاد و این بیشتر به کار میادش. خود میکروفون یه بدنه تماما فلزی داره، پنل فلزی که جلوی دیافراگمش قرار گرفته که خیلی راحت میتونین از داخلش دیافراگم میکروفون رو ببینین و هیچ دکمه دیگه هم دور و برش وجود نداره، مثل لوکات، مثل نمیدونم هر آپشنی که میکروفونا دارن. این میکروفون تقریبا ساده است، یه میکروفون با یک دیافراگم 1 اینچی دقیقاً 25.4 میلیمتر های اند کاردیود، یعنی فقط تک جهتی میتونین باهاش ضبط کنین. SPL 140 نسبت سیگنال به نویز 87 و پاسخ فرکانسی بین 20 تا 20000. وزن کمی داره، زیر 300 گرم تقریبا وزن میشه، مناسب برای وکال و اینسترومنت. هر میکروفونی رو میتونین ازشون استفاده دیگه هم بکنین، ولی خب میکروفونایی که معمولا دیافراگم بزرگتری دارن برای ریکورد وکال و اینسترومنت از نوع مثلا صداهای در واقع هیوج مناسب ترن، مثل صدای گیتار الکتریک از کپ، مثل بیس، یا کلا سازایی که پهنای فرکانسی بیشتری دارن. چیزی که باعث میشه این میکروفون یه مقدار جذابتر باشه نسبت به هم لولای خودش، یکی قیمتشه که این میکروفون در حال حاضر که ما این ویدیو رو ضبط میکنیم تقریبا $280، 280 خورده دلاره. و دیاگرام فوق العاده صافش، یعنی از فرکانس 20 که شروع میکنه همینجوری فلت پیش میره تا مثلا 1000 به بعد که نهایتا میتونه تا 5 dB افزایش توی های فرکانسی داشته باشه. این باعث میشه صداتون خیلی شفاف باشه، مخصوصا اگر که یه پریامپ تیوب، پریامپ لامپی سرراش بذارین، باعث میشه که هارمونیک های صداتون خیلی با سچوریشن بیشتری شنیده بشه. در نتیجه اگر دنبال یه میکروفونی هستین که قیمت مناسب داشته باشه، یه سری جنگولک هم تو جعبهش داشته باشه که وقتی جعبه رو باز می‌کنین خیلی خوشحال بشین و احساس رضایت بیشتری از خریدتون داشته باشین و مناسب ضبط وکال و ساز هم باشه، از طرفی کیفیت مورد قبولی هم داشته باشه، حتما این میکروفون رو تست کنید. جا داره تشکر کنم از اسپانسر برنامه‌مون، فروشگاه ایران لوپ با آدرس اینترنتی iranloop.ir. مرسی که تا اینجای برنامه همراهمون بودین. منتظر آنباکس جدیدمون باشین. به زودی کلی ویدیو داریم برای آپلود کردن. از همون حمایت کنین، سابسکرایب کنین، لایک کنین، شیر کنین. دمتون گرم تا یه کلاب دیگه. فعلا خداحافظ.